даврон сангов ба сомонаи оилатиҷа мактуб навишта аз он шикоят намуд ки духтури муассисаи ислоҳии якум советский рақами 3 дробчор вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон роҳангоми сӯзандору гузарондан маъюб кардааст. ба қавли даврон 3 рӯз қабл аз озод шуданаш дар маҳбас ба ӯ сӯзандоруи номаълумеро гузарониданд ва баъди ин қисмати аз миён поёнаш аз кор монда ба бистари беморӣ мехкуб гаштааст. از ماه فوریه است که ما با هم بیماری گرفتار شدیم. شما چطور با همین بیماری گرفتار شدید؟ یک ساعتی ساعت تقریبا 8 ساعتی از میان یک سوخته گرفت رفتم تابلتگاه معلوماتی او کار کردم. پیش شما میخواد یکم بار همین میان اتون سوخته میکرد؟ نه یکم بار سوخته نبود میان. همون سهری هم تاریخ روز 8 فوریه 8 فوریه سال 2018 2019 شما در کجا گرفتید همین سوزاندارو کجا گذراندن؟ سوزاندارو در یکم سوویتسکی کدام بیمارخانه؟ اجرای جزای جنایتی کلانای چهارم. بعد شما در حبس بودید؟ بله. همون وقت چند ماهی حبستان بود؟ یک سالگی حبسم بود. 3 روز پیش آمدن کردم. وقتی که آنها سوزاندارو گذراندن آنها چی گفتن که شما چی بیماری دارید؟ مثلا شما نزد دکتر رفتید؟ نزد دکتر رفتیم گفتن رگ کشیدگی هم برای رگ کار نکنیم. شما اصرار کردید که کار نمیخواهم یکم سوزاندارو؟ بله. گفتید؟ گفتم نگرفت. پیش چون کار کردم. با یک شپریز 4 جا کار زد. بعد همون جای چهارمش هم میخواد شد؟ همون چهارم شاید زد گرفتش. بعد یک کاری همون چهارمش 5 منت بعد غلطی دید. شما گفتید که وقتی که سوزاندارو گذراندن شما غلطی دید بعد 5 دقیقه. چند وقت شما بیهوش غلطیده بودید؟ مدت 1 ساعت بود. 1 ساعت شما بیهوش بودید. بعد همون دکتری که شما با سوزاندارو گذراندن نسبش کیست؟ همون نسبش حکیم توگایف. حکیم توگایف تخمینا چند ساله بودن؟ تقریبا 35 و 38 ساله بود. 38 ساله؟ اون کس هم در همون بیمارخانه به فکر شما چند سال فعالیت کرده است؟ اون آمده و بیمارخانه. با همه یرقتش شما شبونه همین خیلی روکی خود میدادید؟ همین حاضر شما طبابت میکنید چند سو مبلغ هر ماه صرف میکنید؟ ماه فوریه هم رس خودی کردی تقریبا 65,000 شدی. طبابت بعد این بارا که هم برمیسه باید وزارت تندرستی و کاغذی رو یگانی داد. حاضر یگان هستن طبابتتان؟ وزارت تندرستی داشت شما مکتوب نوشتید؟ یکم چینه عریضه نوشتید؟ اون از کجا درک یافتید؟ رفتیم با هم دستگیری کردن؟ لیکن از بالای همون دکتر شما کجا به شکایت نوشتید؟ پروکراتورای گنرالی در نوشتیم. 4-5 عریضه رو نوشتیم یکون ریزولتات. اگر دختر فایراد میکردن مرهم فایراد میکردن و پرسپوس میکردن. این حال شما خودتان رو چقدر حس میکنید؟ این حال حاضی خیلی چقدر حس میکنم. میان پایان گویان نیست. حس نمیکنید میان پایان؟ در نگاهبینتون در خونه مادرتون کمک نرسوند؟ نفقه میگیرید شما؟ نفقه یکم گروپا توری کردن یکی دماشیده و ندیم نفقه. چند زمانی دقیقا چی کردن؟ 250 سون. یکم گروه 250 سون؟ چند ماه گرفتید؟ 2 ماه اولشان نگرفتیم 3 ماه گیشه بعد رفتیم 150 سون گرفتیم. اول شده با کی مراجعت میکردید که برای شما کمک کنم؟ برای کمک کردن خانه را فروختم. کدام خانه را فروختم؟ خانه فرپورم. فروختید حاضر در کجا زندگی میکنید؟ خیلی این کوارتیر هم باید زندگی. نه خانه را فروختید؟
بعد خانه را فروختم آید جورای دیگه قرض گرفتم. برای چی؟ برای توبت کردن، راه رفتن اومدن، مثال ماز پاز بین مین خریدن. ایناش به پول نیستن برای شما؟ نه. کدام توبتتان دوست خواه هست به پول؟ تا قبل نسوده. اگر به ما خانه خواه رو بیدن؟ اینو به پول. آیا تماگرافی و مرته میگذارید که اینو چند سوم استند و اینو به پولن؟ پولکی؟ تماگرافی یکم گذشتگی 750 سوم گذاشتم. نور افزار 650 سوم. اینا از کسی خودتان؟ او به خونه که خیلی کار کردی اگه کمک نمیکنن؟ بیمارخانه در که خواب کردی من جای خواب شا میکنن سوزنده آروشا گذراندن شا دیگه چه خودت میخری شکایت کردن که ششکن هر کار میکنیم یا بار یا پیشی جنابی عالی بودرم یا که پیشی رئیسی شهری شام رستم میمونی؟ چی میگفتی؟ که اگران دستگیری ممکنن تا که رفته تا نگیریم. مقصد شما تبابت و آیا مقصد شما هم هست که همون دکتر جزا گیرد همین کار کرد؟ بله ما وقتی که ما را گناهگاری حساب دیدن ما رفتیم جزا گرفتیم شدیم. اونا هم باید شینن؟ باید شینن. طبق گفته دوران سنگوف دکتران وطنی با پا برخواستن او را کفالت نمیدهند، لیکن متخصص هندی پس از معاینه بیمار با باوری تام گفتند که میتوانند سلامتیش را پورا برقرار سازند، اما برای جراحی $8,000 آمریکایی ضرور است. متاسفانه دوران امکان اقتصادی به این کشور سفر نموده تبابت گرفتن را ندارد.